سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع کوسینوس فرق و سوم آنها رو دیده میبریم. یعنی برای این موضوع در ما دو فرمول اساسی موجود است که آن رو من حاضر فرمول رو شرح میدیم و این دو فرمول رو با مثال ها دیده میبریم. یعنی در فرمول یک یا اینکه در تئورم یکم گفته می شود که اگر کوسینوسی الفا جمع بتا داده شده باشد، آنگاه کوسینوسی الفا جمع بتا این برابر است به حاصل ضرب کوسینوس های این کنج ها و فرق سینوسی کنجی بین این دو الفا و بتا برابر است و سینوسی الفا ضرب سینوسی بتا که این را سومه کوسینوس ها می نامند. فرق کوسینوس ها از روی فرمول زیرین تبدیل داده می شود یا اینکه کشاده می شود. کوسینوس الفا مینوس بتا این برابر است به حاصل ضرب کوسینوس های کنجی الفا و بتا، یعنی کوسینوس های الفا ضرب کوسینوس بتا و جمع حاصل ضرب سینوس های کنجی الفا و بتا، یعنی سینوس الفا ضرب سینوس بتا که این دو فرمولا رو فرمولای کوسینوس فرق و سومه کنج‌های الفا و بتا می نامند. یعنی که موافق این فرمولا ما میتونیم دو آرگومنت رو به نمود سومه فرق یا سومه کشاییم که این دو فرمولا ها عینیتاً برابرند. یعنی که ما طرفی چپ رو به طرف راست یا اینکه راست رو به طرف چپ نوشته میتونیم. حل این فرمولا رو با مثال های مشخص دیده میبریم. مثال یکم طلب کرده می شود که ifade کوسینوسی پی تقسیم 4 مینوس الفا تبدیل داده شود. یعنی برای تبدیل دادن این گونه مثال ما چیکار میکنیم؟ موافقاً با فرمول دوم استفاده برده میکشاییم. یعنی کوسینوسی پی تقسیم 4 ضرب کوسینوسی الفا جمع سینوسی پی تقسیم 4 ضرب سینوسی الفا. در نتیجه کوسینوس پی تقسیم 4 با ما قیمت عددی آن به ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 برابر است ضرب کوسینوس الفا جمع سینوس پی تقسیم 4 با ما ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 برابر است ضرب سینوس الفا. هنگامی ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 را از قوس عمومی برآوردن ما ifade زیرین را حاصل میکنیم. کوسینوس الفا جمع سینوس الفا که نتیجه مثال یکم به حساب می رود. مثال دوم را دیده می بریم. در مثال دوم چنین آمده است، یعنی حساب کنید ifade های زیرین حساب کرده شود کوسینوس 15 گرادوس و کوسینوس 105 گرادوس. یعنی برای حساب کردن قیمت این دو ifade ها موافقاً ما فرمول های فرق و سوم کوسینوس ها را باید استفاده بریم. یعنی می نویسیم حال کوسینوس 15 گرادوس رو باید چنین تبدیل داد که یا به نمود سوم یا به نمود فرق که آن رو ما موافقاً از جدول قیمت های تریگونومتری قیمت بعضی از آنها رو حساب کرده نوشته تونیم. یعنی می نویسیم کوسینوس 15 گرادوس رو همچون 45 طرح 30 گرادوس نوشته ممکن است که 45 در اینجا رول الفا رو می بازد و 30 گرادوس باشد رول بتا رو می بازد. یعنی می نویسیم در نتیجه کوسینوس 45 گرادوس ضرب کوسینوس 30 گرادوس جمع سینوس 45 گرادوس ضرب سینوس 30 گرادوس و از جدول فونکسیون تریگونومتری قیمت آنها رو دیده حساب کردن ممکن است که کوسینوس 45 گرادوس به ما ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 برابر ضرب کوسینوس 30 گرادوس باشد به ما ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 2 جمع ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 ضرب سینوس 30 باشد به 1 تقسیم 2 برابر است. یعنی ifade را ساده میکنیم. از این ifade ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 رو همچون ضرب کننده عمومی از قوس میبریم.
یعنی ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 2 جمع 1 تقسیم 2 یا اینکه ریشه کوادراتی از تقسیم 2 ضرب با قوس مخرج عمومی میدهیم که آن به 2 برابر است ریشه کوادراتی از 3 جمع 1 یا اینکه ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 4 ضرب ریشه کوادراتی از 3 جمع 1 برابر است که این قیمت ifade کوسینوس 15 گرادوس می باشد. اکنون B را دیده می برایم. مثال B aynən مثال A می باشد. آنها مانندند. یعنی 105 را ما باید به سومه 2 جمع شونده یا به فرق نوشیم که از قوس هنگام کشودن جدول فونکسیون تریگونومتری رو باید استفاده برده آن رو نوشتن لازم باشد. یعنی کوسینوس 105 گرادوس این رو نوشتن ممکن است همچون کوسینوس 60 گرادوس جمع 45 گرادوس. یعنی هنگام 60 رو با 45 جمع کردن عددی 105 حاصل می شود. لیکن موافق فرموله سومه کوسینوس ما این رو تبدیل داده میتونیم. یعنی کوسینوس 60 گرادوس ضرب کوسینوس 45 گرادوس مینوس سینوس 60 گرادوس ضرب سینوس 45 گرادوس. در نتیجه کوسینوس 60 گرادوس با ما 1 تقسیم 2 رو میدهد. کوسینوس 45 باشد ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 مینوس سینوس 60 گرادوس این با ما ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 2 رو میدهد ضرب ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2. در نتیجه هنگام 2 ضرب شونده یخچال را از قوس برآوردن ifade زیرین رو حاصل میکنیم. ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 ضرب 1 تقسیم 2 مینوس ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 2. این برابر است به ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 ضرب 1 مینوس ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 2. این برابر است به ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 4 ضرب 1 مینوس ریشه کوادراتی از 3 که قیمت ifade کوسینوس 5 گرادوس می باشد. شروع میکنیم با آغاز مثال های زیرین. مثال سیوم در مثال سیوم طلب کرده می شود که ifade زیرین اثبات کرده شود. یعنی اثبات کنید که کوسینوس پی تقسیم 2 مینوس الفا با سینوس الفا برابر است. این فرمول رو ما میتونستیم همچون فرمول موافق آوری اثبات کنیم. لیکن فرمول موافق آوری را استفاده نبرده موافق کوسینوس فرق یا اینکه سوم آنها این ifade رو یا اینکه عینیت رو اثبات کنیم. یعنی می نویسیم اثبات. یعنی ما باید اثبات کنیم که کوسینوس پی تقسیم 2 مینوس الفا با سینوس الفا برابر است. برای اون که این رو اثبات کنیم در اینجا پی تقسیم 2 رول الفا رو میبازد و رول بیتا رو به الفا میبازد. یعنی ما طرف چپی برابری رو موافق فرموله میکشویم. یعنی می نویسیم کوسینوس پی تقسیم 2 ضرب کوسینوس الفا جمع سینوس پی تقسیم 2 ضرب سینوس الفا برابر قیمت کوسینوس پی تقسیم 2 یعنی که کوسینوس 90 گرادوس با ما به 0 برابر است ضرب کوسینوس الفا جمع سینوس پی تقسیم 2 قیمت عددی آن به 1 برابر بوده به سینوس الفا برابر است. 0 را با کوسینوس الفا ضرب کنیم به ما 0 حاصل می شود. جمع 1 را به سینوس الفا ضرب کنیم سینوس الفا حاصل می شود که 0 را به سینوس الفا جمع نمودن سینوس الفا حاصل می شود که این باید طلب کرده شده بود که سینوس الفا باید اثبات کرده شود. اکنون شروع میکنیم به مثال 4. در مثال 4 آمده است که قیمت این ifade ساده کرده شود. یعنی خیلی که در اولی درس معلوم بود کوسینوس فرق و سوم آنها موافقاً عینیتاً برابرند. یعنی طرف چپ به طرف راست یا که طرف راست به طرف چپ برابر است. یعنی می نویسیم کوسینوس هاش پی تقسیم هاف کوسینوس هاش پی تقسیم هاف
ضرب کوسینوس پی تقسیم 7 این برابر است به سوم سینوس 8 پی تقسیم 7 و ضرب سینوس پی تقسیم 7 برابر خیلی که معلوم است طرف راست رو به طرف چپ برابر میکنیم و در نتیجه چنین حاصل میکنیم یعنی برابر کوسینوسی در داخل قوس می نویسیم به جای الفا به ما عددی 8 پی تقسیم 7 نوشته شده است و به جای بتا باشد پی تقسیم 7 از بس که در اینجا سوم جای دارد سوم موافق فرمولا با طرح عوض می شود و آن به پی تقسیم 7 برابر است که آن برابر است به کوسینوسی مخرج عمومی آنها با 7 برابر است 8 پی مینوس پی یا اینکه کوسینوسی از 8 پی مینوس پی را ترک کنیم 7 پی حاصل می شود تقسیم 7 با 7 اختصار شده کوسینوسی پی حاصل می شود که قیمت عددی کوسینوسی پی به عددی مینوس 1 برابر است عیناً همین مثال در مثال ب نوشته شده است که در اینجا قیمت عددی یا ردنی نیست بلکه در اینجا قیمت تغییر بنده‌دار یا اینکه سه الفا موجود است آن را نیز چنین تبدیل می‌دهیم یعنی کوسینوس سه الفا ضرب کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا ضرب سینوس سه الفا یعنی با ما موافقاً طرف چپ راست داده شده است ما طرف چپی کوسینوسی سوم با کوسینوس سوم برابر شده میتواند که آن موافقاً با کوسینوسی 3 الفا جمع الفا برابر است که آن با کوسینوسی 4 الفا برابر است که این ifade موافقاً ساده کرده شد اکنون مثال پنجم رو دیده میبریم که در مثال پنجم آمده است که این ifade ساده کرده شود یعنی برای ساده کردن این ifade ما باید پیش از همه کوسینوسی پی تقسیم 3 مینوس الفا را کشاییم یعنی هنگام کشادن قوس و به عدد 2 ضرب کردن ما میتونیم ifade را ساده کنیم یعنی می نویسیم 2 ضرب در داخل قوس موافق فرموله کوسینوسی فرق می نویسیم کوسینوسی پی تقسیم 3 ضرب کوسینوسی الفا جمع سینوسی پی تقسیم 3 ضرب سینوسی الفا و مینوس ریشه کوادراتی از 3 ضرب سینوسی الفا برابر اکنون حاصل میکنیم 2 ضرب قیمت عددی کوسینوسی پی تقسیم 3 با 1 تقسیم 2 برابر بوده کوسینوسی الفا جمع سینوسی پی تقسیم 3 با ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 2 برابر است سینوسی الفا و مینوس ریشه کوادراتی از 3 ضرب سینوسی الفا برابر موافقاً قوس رو با عدد 2 ضرب کرده حاصل میکنیم یعنی 2 رو با 1 تقسیم 2 ضرب زنیم کوسینوسی الفا حاصل می شود 2 رو با ifade ریشه از 3 تقسیم 2 سینوسی الفا ضرب زنیم 2 با 2 اختصار می شود جمع ریشه کوادراتی از 3 سینوسی الفا مینوس ریشه کوادراتی از 3 سینوسی الفا حاصل می شود اکنون در اینجا ریشه کوادراتی از 3 سینوسی الفا مینوس ریشه کوادراتی از 3 سینوسی الفا با هم ifade های مقابلان آنها رو اختصار میکنیم یا اینکه نتیجه آنها به 0 برابر شده نتیجه ما با کوسینوسی الفا برابر می شود که جواب این مثال به حساب می رود مثال ششم رو دیده می براییم در مثال ششم طلب کرده می شود که ifade زیرین رو باید ساده کرده شود برای ساده کردن این ifade پیش از همه ما هم فرمول یکم و هم فرمول دومی سوم و فرق کوسینوس ها رو استفاده برده تبدیل میدیم یعنی در اول می نویسیم یکم کوسینوس پی تقسیم 4 جمع الفا رو موافقاً با فرمول میکشاییم یعنی کوسینوس پی تقسیم 4 ضرب کوسینوس الفا مینوس سینوس پی تقسیم 4 ضرب سینوس الفا این برابر است به کوسینوس پی تقسیم 4 با ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 برابر است کوسینوس الفا جمع سینوس پی تقسیم 4 برابر است به ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2
ضرب سینوس الفا. هنگامی ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 رو از خاص همچون ضرب کننده عمومی برآوردن حاصل میکنیم. ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 کوسینوس الفا مینوس ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 رو معالقه برآوردیم و در داخل قوس به ما سینوس الفا باقی میماند. عیناً همین طور کوسینوس پی تقسیم 4 مینوس الفا رو میکشویم موافقاً با فرموله فرق کوسینوس ها. یعنی کوسینوس پی تقسیم 4 مینوس الفا برابر است به کوسینوس پی تقسیم 4 کوسینوس الفا و سومه حاصل ضرب سینوس پی تقسیم 4 ضرب سینوس الفا. این برابر است به کوسینوس پی تقسیم 4 به ما ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 رو میدهد ضرب کوسینوس الفا جمع سینوس پی تقسیم 4 باشد ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 سینوس الفا. این برابر است به ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 از قوس برآورده می شود کوسینوس الفا جمع سینوس الفا میماند. اکنون حاصل یکم و دوم رو ضرب میزنیم برای اون که در اینجا علامتی ضرب موجود است. یعنی سیم می نویسیم ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 ضرب کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا ضرب ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 ضرب کوسینوس الفا جمع سینوس الفا. اکنون ساده میکنیم. یعنی ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 رو با ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 ضرب کردن ما میتونیم نویسیم ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 در درجه 2 ضرب قوس ها باشد موافقاً با فرمولای ضرب مختصر یا که ضرب فرق و سومه با ما فرمولای کوسینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا رو میدهد که اون برابر است به ریشه کوادراتی رو به کوادرات برداشتن 2 حاصل می شود 2 رو به کوادرات برداشتن 4 حاصل می شود یا اینکه کوسینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا 1 تقسیم 2 ضرب کوسینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا با ما حاصل می شود. اکنون از بس که با ما جمع 1 تقسیم 2 سینوس کوادرات داده شده است ما می توانیم ifade سیم که حاصل کردیم با 1 تقسیم 2 سینوس کوادرات الفا جمع کنیم. یعنی این عملی چهارم به حساب می رود. یعنی 1 تقسیم 2 کوسینوس کوادرات الفا مینوس سینوس کوادرات الفا و جمع 1 تقسیم 2 سینوس کوادرات الفا. اکنون قوس ها رو میکشویم. یعنی 1 تقسیم 2 کوسینوس کوادرات الفا مینوس 1 تقسیم 2 سینوس کوادرات الفا جمع 1 تقسیم 2 سینوس کوادرات الفا. از این ifade برمیاد که مینوس 1 تقسیم 2 سینوس کوادرات الفا جمع 1 تقسیم 2 سینوس کوادرات الفا آنها اصلاح می شوند و در نتیجه با ما 1 تقسیم 2 کوسینوس کوادرات الفا پیدا یا اینکه حاصل می شود که نتیجه آخرانی این ifade به حساب می رود. یعنی قیمت این یا اینکه ifade این حاصل شده ما با 1 تقسیم 2 کوسینوس کوادرات الفا حاصل می شود. خوانندگان عزیز اکنون برای مستحکم کردن موضوع امروزه برای شما کاری مستقلانه پیشنهاد کرده می شود. در اینجا 3 سپارش داده شده است. در سپارش اول گفته می شود با یاری فرموله های جمع قیمت عددی این ifade را حساب کنید و در سپارش دوم باشد اگر سینوس الفا جمع پی تقسیم 6 را باید یافتن در کار لازم باشد اگر کوسینوس الفا به مینوس 3 تقسیم 5 بوده الفا در کنج الفا کلون از پی و خورد از 3 پی تقسیم 2 می باشد قیمت این ifade را باید یافت و در سپارش سوم باشد ifade زیرین را باید اثبات کرد که طرف چپ آن به طرف راست برابر است. با همین موضوع امروزی ما با آخر رسید. خیر تا درس آینده.